سلام همراه های تاروت آکادمی، امیدوارم حالتون خوب باشه و سالم و سرحال باشید. بعضیاتون منو از قبل میشناسید. من یک کانالی داشتم به همین اسم، تاروت آکادمی، که یوتیوب تصمیم گرفت حذفش کنه بی خود و بی جهت. شرکتی که باشون کار میکنم برای حالا مانیتایزیشن و اینا دارم بهم کمک میکنن که کانال رو برگردونم، ولی ممکنم هست برنگرده. اگه برگشت که چه بهتر، 2 کانال داریم. اگه برنگشت هم که حتما حکمتی توشه. به هر حال من تصمیم گرفتم که یک کانال دیگه بزنم و اون کاری که واسش کانال رو شروع کرده بودم ادامه بدم. اگر من رو از قبل نمیشناختید، من سلماز هستم. چند ساله نزدیک 10 سال هست که فال تاروت، نه فقط فال، کلن با تاروت کار میکنم و حدود 4 سال پیش هم کانال و پیج رو زدم و کارم رو عمومی کردم. توی این کانال ما قراره هم آموزش تاروت داشته باشیم، هم فال داشته باشیم. آموزش ها بر پایه نمادشناسی تاروت هستن. آموزش های بلند داریم که کارت رو براتون توضیح میدم، آموزش های کوتاه که در مورد کارت ها نکته هایی بهتون میگم و هر چیزی که حالا در طول مسیر به ذهنم برسه که میتونم بهتون بگم خدمتتون عرض میکنم. فال ها هم فال های کوتاه هست، بلند هست. به خاطر شرایطی که دارم بیرون از کانال یه مقدار سرم شلوغه، مسئولیت های دیگه ای دارم. فال ها معمولا کوتاه تر هستن، اما سعی میکنم آخر هفته ها که وقتم آزادتره واسهتون فال های بلندتر بذارم که حالش رو ببرید. خب دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه خدمتتون بگم. امیدوارم که بتونم در مورد تاروت پیام رسان خوبی برای شما باشم، نکاتی که میگم براتون مفید باشه و امیدوارم که از بودن اینجا لذت ببرید. خیلی ممنونم که همراهی میکنید با من. برام حتما کامنت بذارید. ممکنه نتونم به همه ریاکشن نشون بدم، ولی همه رو میخونم که دوست دارید چه چیزی تو کانال باشه، چه جور فال هایی باشه و هر صحبتی که هست. اگر هم با من شخصا میخواید ارتباط بگیرید، شماره واسه چت واتساپ و تلگرام و آدرس اینستاگرام این پایین هستش، اینجاها میذارم. لطفاً فقط واتساپ یا تلگرام چت متنی داشته باشیم و همین. دایرکت اینستاگرام رو هم نمیبینم. اگه با من صحبتی دارید فقط پیام متنی واتساپ و تلگرام. خب بیشتر از این دیگه صحبت نمی کنم دیگه. بریم تو کانال ببینیم چه خبره.